میبینم که دوباره مجبوری مایکروسافت رو دور بزنیم. خب قضیه از این قراره که مایکروسافت در اعلان آخر خودش در تاریخ 28 مارس 2025 که میشه حدوداً یه هفته پیش اومده کلی از آپدیت جدیدش حرف زده و امکانات و بهینه‌سازی‌های جدید خودش رو معرفی کرده. اما نکته قابل تأمل اینجاست که مایکروسافت گفته که میخواد قابلیت بایپاس NR-O.CMD رو از مراحل نصب ویندوز 11 حذف کنه. حالا این یعنی چی؟ اگر یادتون باشه قبلا زمانی که شما میخواستید ویندوز 11 رو نصب کنید و به هر دلیلی دستی به اینترنت نداشتید دیگه نمیتونستید مراحل نصب ویندوز 11 رو پیش ببرید. برای همین از طریق CMD و با دستور OOB/bypass NRO و ریستارت کردن سیستم گزینه I don't have internet براتون اضافه میشد و با انتخاب این گزینه میتونستید نصب ویندوز رو در همون شرایط با یوزر لوکال ادامه بدید. اما در آپدیت جدید قرار این قابلیت حذف بشه تا کاربران ویندوز مجبور بشن از اکانت مایکروسافت برای لاگین کردن استفاده کنن. حالا چاره چیه؟ از اونجایی که خدا رو شکر برای دور زدن مایکروسافت همیشه کلی راه وجود داره، اینجا میخوام یه راه جدید بهتون معرفی کنم که در این شرایط میتونید ازش استفاده کنید. برای این کار شیفت و F10 رو میزنیم و CMD براتون باز میشه. اینجا هم دستور start فاصله ms-cxh local only رو میزنیم و اجراش میکنیم. با زدن این دستور یه پنجره براتون باز میشه که ازتون میخواد یوزرنیم خودتون رو وارد کنید. مثلا من اینجا یوزرنیم خودم رو ESL میذارم. اگر خواستید که پسورد هم تعیین کنید میتونید از این بخش این کار رو انجام بدید. اگر هم نه که میتونید با زدن next به مرحله بعد برید. همونطوری که میبینید بعد از انجام این کار نصب ویندوز ادامه پیدا میکنه و مراحل بعدی رو هم مثل همیشه پیش میبرید و کار تمومه. ویندوز 11 نصب میشه. روی ویندوزی که نصب کردم اگر روی استارت کلیک کنم و روی این گزینه بزنم میبینید که یوزر من همون یوزر ESL هستش که به صورت لوکال یوزر تعریف شده. در حال حاضر این راه حل جواب میده تا ببینیم برنامه‌های بعدی مایکروسافت برای اذیت کردن کاربر ویندوزش چیه. اما نگران نباشید، اگر این راه هم ببنده یه راه دیگه براتون پیدا میکنیم، چون در دنیای مایکروسافت همه چیز شدنیه. پس به کانال ما سابسکرایب کنید، ویدیوها و بخش کامیونیتی ما رو دنبال کنید چون کلی سورپرایز و مطالب جذاب دیگه هم در انتظارتونه. راستی من رضا هستم. مرسی که همراه من بودید و در آخر یادتون باشه هر کلیک یه اتفاق تازه است. پس اتفاق بعدی رو خودت کلیک کن.